شهاب چجوری مردونه از خواب پا میشی؟ لباسمو میپوشم، تختمو مرتب میکنم، تمیز میکنم چون که خیلی برام تمیزی مهمه. بعدش مستقیم میرم دستشویی صورتمو میشورم، به روتین پوستم رو انجام میدم، کرم هامو میزنم، یه دوش آب گرم که خستگی شب رو از تنم در بیاره. همیشه محصولاتی که استفاده کنم همیشه باید برند باشه، من غیر از برند واقعا نمیتونم. پوز نیست، سبک زندگیمه. آخیش چه همومی بود، واقعا چسبید. بعدش من میرم، همیشه اولین چیزی که باید تو بهتره بری به درس و مشقات برسی بچه مدرسه. دهنم بره آب. واقعا یه چیز خیلی مهمیه. اولی که از خواب پا میشم باید آب بخورم. که هم بشی. بعدش یه کوچولو دراز میکشم، ریلکس میشم، بعد میشینم تبلت آیپدمو چک میکنم، دایرکتورا جواب میدم، تبلیغا رو جواب میدم، یکم با فالوورام میگم و میخندم، کیف میکنم. وای کمرم خیلی درد میکنه، پاهام یکم با استراحت بشونم، کمرم یکم دراز بکشم، یکم ریلکس کنم. مبلم بلوتوث داره. بعدش کم کم گرسنم میشه. غذا خوردنم برام خیلی مهمه. همیشه سعی میکنم ظهر مرغ بخورم، بدنم بهش عادت کرده دیگه. راستی خونه جدیدم نگفتیم مبارکه، نظرتون چیه؟ داره شکر دوباره موفق شدم با عرق پیشونیم این برکتو بگیرم.